سلام رفقا، خیلی مخلصیم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. خواستم یه نکته خیلی مهمی رو باتون در میون بذارم. همین یکی دو روز پیش که یکی دو تا کلیپ براتون آپلود کرده بودم، مجبور شدم به خاطر قوانین محل کارم از یوتیوب برشون دارم و درک میکنم ناگهانی بوده، ولی قصد ما بی احترامی به کسی نبوده، خدای نکرده. و اینکه در حال حاضر دارم روی ادیت های حرفه‌ای تری روشون کار میکنم، از ریتم کلیپ گرفته تا خیلی چیزهای دیگه که آپلودشون کنم قشنگ تغییرات رو احساس میکنید. و اینکه اگه خدا بخواد تا یکی دو روز آینده دوباره آپلودشون میکنم. و اینکه داریم یک کلیپ خیلی خفن دیگه میسازیم بچه ها، حتما منتظر باشید. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.